سلام دوستان عزیز، امیدوارم که تنجو بردم هستید. سخنهای امروزه ترانسفری خش را از کارهای بازارهای ویلنها در برمینگهم شروع میکنیم. گپ سری استون ویلا میرود با ارزش 22 میلیون فونت استرلینگ پیلاجین بایدنز را با ایپسویچ فروخت. این هم بازیگری است که ویلنها بر عوض 13 میلیون فونت استرلینگ تابستان گرفته بودند، ولی بر زمین که آمارش در 15 بازی 0.0 بود باز توانستند او را اینقدر قیمت فروشند. در این کار یا ایپسویچ دیوانه است یا که ویلنها به قول گنده هوشیارند. همزمان مالن از بروسیای دورتموند به صف استون ویلا گزارش انجام داد و این سفر خدمتی 22 میلیون فونت جمعی 2 میلیون علاوه پولی ها را تشکیل داد. این کلی قطب است که یک وقت ها در صف زنبورها افتریتت بود، وقتهای آخر عموما از نظرها دور رفت و نزد امری آمد. موسم جاری دانیل مالن 3 گل در 14 بازی بوندسلیگا داشته. بازیگری 25 ساله منتخب نیدرلند و حساب میانه در یک بازی 45 دقیقه در میدان بوده است. روبهانی لستر باشند برعکس کار ویلنها با ارزش 3 میلیون فونت با دفاعگر وایا کولیبالی از پارما شرطنامه امضا کردند. دفاعگری 25 ساله به انگلیا با شرطنامه 4.5 ساله آمده در پارما باشد. سر از سال 21 88 بازی گذرانیده است. باشگاه لندنی چلسی در سامانه رسمی خش اویدی از کریستال پالاس بازخوان شدن تریور چالوبا اعلان نمود. دستپروری اکادمی کبودها ماه آگوست طریق اجاره به صف عقابان پیوست و تحت روبری الیور گلاسنر در 14 بازی 3 گل زده است. چالوبا که در هیئت بلوز 80 بازی انجام داده است به طور فوری و استنفورد بریج برمیگردد و به هیئت دسته اولیه انسو مارسکا همراه می شود. یک گپ دیگری گفتنی اطراف ترانسفرهای انگلیسی این بازگشت وین هنسی به ناتینگهم فارست می باشد. دروازه‌بان 37 ساله به صف جنگل بانان پیوست و شرطنامه‌اش تنها تا آخرین موسم مهلت دارد. هنسی در صف فارست از سال 22 تا 24 برآمد نموده دسته را چون اگنت آزاد ترک کرده بود. این مورد باشد دستش تحت روبری نونو اسپریتو سانتو در چمپیونات جالبترین دنیا به کسی گردن نمیدهد. در اسپانیا باشگاه بیتیس دروازه‌بانش روی سیلوا را به سپورتینگ به اجاره روان نمود و دسته لیسابونی میتواند او را بر عوض 4.7 میلیون یورو جمع بونوس ها خریداری نماید. مولت شرطنامه دروازه‌بان 30 ساله پرتغالی با دستش تا سال 2028 بود. تا این دم او در 15 بازی در لالیگا گذرانیده 5 بازی را بدون سر دادن گل جنبست کرده است. در اسپانیا همچنین والنسیا بیچاره با امید رسیدن به یگان خال در لالیگا ماکس آرونز را از بورنموث به اجاره گرفت و میتواند او را بر عوض 7.5 میلیون فونت استرلینگ خریداری نماید. این دفاعگری 25 ساله این موسم تنها 3 بازی در پرمیر لیگ انگلیا گذرانیده است و خلاص. در وطن لوچانو پاواروتی و توتی باشد اودینیزه و دلافئو شرطنامه همکاری را قطع کردند. سابق حمله‌ور بارسلونا از برای جراحت 2 سال باز به میدان نبرآمده بود. از این رو دسته از شهر اودینه قرار کرد که این نامخوری تیار را دیگر بیهوده معاش ندهد. ژرار 30 ساله که تجربه بازی در دسته‌های چون بارسلونا و میلان دارد از این پس در جستجوی کار است. یوونتوس باشد در میانه زمستانی با ارزش 12.5 میلیون جمعی 2.5 میلیون یورو دفاعگر سمت راست از تیم ویتوریا آلبرتو کوشتا را خریداری نمود. پرتغالی 21 ساله از دسته ویتورا گیمارایش شرطنامه مهلتش تا تابستان سال 29 با زبرها امضا کرد، ولی پول ترانسفر را یوونتوس به ویتوریا در حجم 12.5 میلیون یورو در دوام 4 سال پرداخت می‌کند. در چمپیونات آلمان باشد باواریا ابراهیموویچ را به اجاره به لاتزیو فرستاد. ریمی ها کل معاش آریان را خود پرداخت می‌کنند. بر زمین دسته ریمی حتی می‌تواند بر عوض 8 میلیون یورو ابراهیموویچ را پر خودی کند. مولت شرطنامه نیم حمایتگر 19 ساله با میونخنی ها باشد تا سال 27 می باشد. انتی قهرمانی دسته محبوبی جرارد باشد راه سمت آلمان پیش گرفت. اینجا گپ سری دروازه‌بان سابق لیورپول لاریوس کاریوس می رود که به صف شالکه در بوندسلیگای دوم پیوست. دسته از گلزنکیرخن با دروازه‌بان 31 ساله شرطنامه تا آخر موسم جاری پیوسته
تو آخرین دسته کاریوس نیوکاسل یونایتد بود. در ملک فرانسویان لیون قهرمان جهان یاگو آلمادا را از بوتافوگو برزیلی به اجاره گرفت. نیمه‌نهایی 23 ساله به اجاره کوتاه مدت به فرانسه آمد و اکنون باید به دسته دیگری صاحبکار جان تکستر کمک نماید، زیرا دسته های لیون و بوتافوگو هر دو به این مردک پولدار تعلق دارند. مؤلف زیباترین گل چمپیونات جهان 2014 خامس رودریگز از لالیگا اسپانی به چمپیونات مکزیک رفت. دسته لیون علاقه بازیگر منتخب کلمبیا را با اسلوب گلادیاتور معرفی نمود. نیمه‌نهایی 33 ساله به لیون از رایو والیکانو آمد و اکنون سابق بازیگر دسته های پورتو، ریال مادرید و باواریا تلاش میکند که اقلاً به مکزیکویی ها پایدار باشد. سابق حمله‌ور اسپارتاک مسکو ویلیان ژوزه باشد به صف دسته باییه وطنش گزارش کرد. مهلت شرطنامه با بازیگری برزیلی تا سال 26 است. از اسپارتاک باشد ژوزه بعد از اینکه در 13 بازی تنها یک گل زده بود دیگر به پرگی بیرون کرده شد. همزمان از دسته مردمی شهر مسکو توماش تاوارش به سمت دیگر رفت. تا حال معلوم نیست که این جنگلموی به کجا رفت، ولی انیق است که اسپارتاک و تاوارش همکاری را به پرگی قطع کردند. ولی رفتن بیگ فالوی رومینی از اورال خود رویدادی گردید که خاطرمان و تاثیر بخش. اریک بیگ فالوی بعد 8 سالی بودن در فوتبال روسی صف دسته اورال را ترک نمود، زیرا اینجا شرطنامه با راضی طرفین بیکار گردید. نیم حمایتگر رومینی که سر از ماه ینور سال 2017 در صف دسته فوتبالی شهر یکاترینبورگ برآمد میکرد، در ملبت لیگ اول تنها 2 بازی گذرانید. در عموم اریک در صف اورال دوام 8 سال 227 بازی گذرانید، 61 گل زد، 22 اسیست کرد و قلب هزاران مخلص دسته فوتبالی است. سومین شهر بزرگترین روسیه را به دست آورد. این بود پایان برنامه ترانسفر در عمل. تنسیت و پولدار باشید.